کندوسکو از به قولی بخشی از شهرستان گالیکشه، بخش لوه، و مسیر دسترسیش هم از همون مسیری که به سمت آبشار لوه میای راه جدا میشه و تقریبا 19 کیلومتر رو بعد جاده خاکی بیای. همین جاده خاکی به نظر یکی از ویژگی ها و مزایای این روستاست، یعنی باعث شده که اینجا هنوز ما با یک روستای دست نخورده مواجه باشیم. حتی الان همین صدایی که میاد یکی از ویژگی های این روستاست. این روستا هنوز گاز نیومده. من فکر کنم حالا یه بخشی هم از نحوه آب گرم کردن تو این روستا فیلم گرفتیم، حالا اونم میذارم. قشنگیش همینه، اینجا خب گاز نیومده و هنوز سبک زندگی همون سبک زندگی گذشته است و مهمترین به قولی وسیله برای گرمایش، برای سوخت در اینجا هیزمه و خب طبیعتا این صدایی که الان احتمالاً شنیده میشه صدای موتور اره است و طبیعی هم هست چون اینجا دیگه گزینه دیگه‌ای وجود نداره در حال حاضر. بافت خیلی قشنگی داره چون طبیعتا راه خاکی بوده، نمیتونستن خیلی ساخت و ساز زیادی بکنن و این باعث شده این روستا نسبتا دست نخورده باقی بمونه. حرف بزن من به غمم میبالم، سر بی کسی سلامت که شده احوالم. تو چه دانی ز جهانم که نداری طاقت، تا بریزم غم اسرار نهانم بیرون. من همانم که در اوج جوانی نه جوانی دیدم، نه جوانی دیدم، نه جوانی دیدم.